آموزش متمرکز از صنف 3. باب 1. تکرار مواد صنف دوم. پیش از مشغولیت به علامت‌های یارسان که در کتاب استفاده شدند شناس می‌شویم. یک چند علامت هستند که از روی اینها ما می‌توانیم مثال‌ها را کار کنیم. مثال 1. در ظرف 26 سال استقلالیت دولتی در جمهوری صدها مؤسسه تعلیمی بنیاد گردیده‌اند که در آنها بهترین شرایط تعلیم و تربیت مهیا کرده شده است. 26 عددی چند رقمه است؟ 26 عددی دو رقمه است. دویم قسم مثال. عددها را از 1 تا 9 و از 9 تا 1 خوانید و نویسید. ما در این جدول در سطر یکم عددها را از 1 تا 9 نویسیم و در سطر دوم باشد از 9 تا 1 نویسیم. مثال دوم میگوید که نقل کنید. عددهای دو رقمه را خوانید و طرز درست نوشت عددها را در کتاب دفتر نشان دهید. عدد خردترین و کلانترین دو رقمه را نامبر کنید. در این جدول ما عددهای دو رقمه را از 10 تا 99 نویسیم. عدد خردترین دو رقمه 10 و عدد کلانترین دو رقمه 99 می باشد. عددهای دو رقمه از راست یکم واحد نوشته می شود، از طرف دوم دهی، یعنی مثال همین عدد 13 در طرف راست یکم 3 واحد نوشته شده است و طرف دوم یک دهی 13 می باشد. مثال 3. اجرای کار در دفتر. عددهای جفت را در یک سطر، عددهای تخم را در سطر دیگر نویسید. در اینجا یک چند عددها داده شدند. ما در جواب در سطر یکم عددهای جفت را نوشتیم و در سطر دوم عددهای تخم را. مثال 4. اینچنین اجرای کار در دفتر. دهی‌ها را با ترتیب زیادشوی و کمشوی خوانید. نویسید. در اینجا یک چند دهی‌ها داده شده است. ما در جواب به ترتیب دهی‌ها را نویسیم به ترتیب زیادشوی. اگر ما از چپ خوانیم به ترتیب کمشوی حساب می شود. مثال 5. اجرای کاری دو نفره. عددها را با ترتیب زیادشوی نویسید و زیر عددهای تخم یک خط، زیر عددهای جفت دو خط کشید. در اینجا این مثال ما دو قسم است. قسم ا در یک چند عددهای دو رقمه داده شده است و ما با ترتیب زیادشوی نویسیم، زیر عددهای تخم یک خط کشیدیم. اینچنین قسم ب میطور عددهای دو رقمه داده شده است و ما در جواب با ترتیب کمشوی عددها را نویسیم و زیر عددهای جفت دو خط و زیر عددهای تخم یک خط کشیدیم. مثال 6. کاری دو نفره. و کتک‌های خالی عدد موافق گذارید. در اینجا در دو سطر عددها داده شدند و ما باید در مابین این عددهای موافق گذاریم. ما در جواب در مابین این عددها عددهای موافق گذاشتیم. مثال در مابین عدد 40 و 38 ما عدد 39 را گذاشتیم. در مابین عدد 21 و 23 عدد 22 را گذاشتیم. همین خیلی ما جدول را پر کردیم. مثال 7 میگوید که فکر کنید. عددهای زیرین را 10 تایی زیاد کرده خوانید و نویسید. در اینجا 5 عدد داده شده است و ما این عددها را 10 تایی زیاد کرده میخوانیم و مینویسیم. مثال میگیریم 75. 75 رو 10 تا زیاد کنیم 85. 66 باشد 76. همین خیلی این عددها رو 10 تایی زیاد میکنیم. مثال 8 نیز اینچنین فکرانه است. عددها رو 20 تایی کم کرده خوانید و نویسید. در اینجا 9 رقم داده شده است و ما این رقم ها کردنمون در کار است. مثال 76. 20 تا کم کنیم 56. 32 رو اگر 20 تا کم کنیم 12. همین خیلی عددها رو ما 20 تایی کم میکنیم. مثال 9 مقایسه کنید. برای مقایسه کردن ما از علامت‌های کلان، خرد و برابر استفاده می‌بریم. هنگام مقایسه کردن دو عدد، اما عددی که از طرف چپ است وابسته به آن عدد ما علامت را میگذاریم. ما میگیریم مثال عدد 20 و 19 را مقایسه میکنیم. در طرف چپ که 20 کلان از 19 میباشد ما علامت کلان را میگذاریم. دوم مثال میگیریم عدد 29 و 31 را. در طرف چپ که 29 از 31 خورده است ما علامت خود را میگذاریم. دوم هنگام مقایسه کردن واحدها ما باید واحدها را با واحدهای اخیره تبدیل دهیم.
مثال اینجا ما می‌بینیم واحدهای درازی سانتیمتر و دسیمتر میباشد. 16 سانتیمتر 2 دسیمتر. ما 2 دسیمتر رو با 20 سانتیمتر عوض کردیم و 16 سانتیمتر که از 20 سانتیمتر خورده است ما علامت خود رو گذاشتیم. دوم 2 دسیمتر و 20 سانتیمتر. ما 20 سانتیمتر رو با دسیمتر گردانیدیم. 2 دسیمتر که با 2 دسیمتر برابر است ما علامت برابر رو گذاشتیم. مثال 10 نشان میدهد این علامت این وظیفه خواننده است. شفاهی حساب کنید. در اینجا مثال ها داده شده‌اند. برای خاطر آسان شدن کار ما یکی از جمع شونده ها رو با سوم عددها جدا کردیم. مثال 27 رو با 20 و 7، 36 رو با 30 و 6 غیره. ما برای مثال رو کار کردیم. مثال 27 جمع 40 برابر ما 27 رو با سوم دو جمع شونده های ردی جدا کردیم 20 و 7. نویسیم ما 40 جمعی به جای 27 ما 27 رو نویسیم. 40 جمع 20 میشود 60. 60 این جمع 7 برابر 67. دویم مثال ما گفتیم 97 تری 89. ما عدد 97 رو با سوم رزدها با 90 و 7 جدا کردیم. 97 تری 89 برابر 90 تری 89 جمع 7. در اینجا عدد 97 با 90 و 7 جدا کرده شده است. از 90 89 برود 1 جمع 7 برابر 8. ربوس متماتیکی این علامت شما میده که بازی کنید. یعنی 40 جمع 4 جمع چشمه 44 چشمه، 4 جمع با 4 با، 100 جمع بر 100 بر، 30 جمع توره ستاره. موضوع نو جمع و طرح در دایره 100. مثال 11 این چنین فکرانی است. در اینجا یک مثال داده شده است. ما برای خاطر آسان شدن کار ما یکی از جمع‌شونده‌ها رو با دو عدد ساده‌تر جدا می‌نماییم. مثال عدد 3 را ما با 2 و 1 جدا کردیم. اگر ما 18 را با 2 جمع کنیم میشود 20. 20 با 1 میشود 21. برای آسان‌تر شدن کار این چنین همه این عددها رو با دو عدد ساده جدا می‌نماییم. دوم طرز کار ما مثال‌ها رو می‌توانیم با طرز ستونچه کار کنیم. مثال می‌گیریم 18 جمع 4. برای جمع کردن مثال‌ها با طرز ستونچه ما هر یک واحد رو در زیر واحد، دهی رو در زیر دهی می‌نویسیم. مثال می‌گیریم 18 جمع 4. 8 جمع 4 می‌شود 12. 12 که از دو واحد و یک دهی عبارت است. ما 2 رو در طریق واحد می‌نویسیم و یک دهی رو ما نمی‌نویسیم برای که ما در اینجا یک دهی داریم. دوم ما این دهی رو با دهی که در خاطر بود جمع می‌کنیم میشود 2 دهی و در طریق دهی می‌نویسیم 2 رو می‌شود 22. این چنین طرز کار است. دیگر مثال‌ها رو می‌توانیم همین طور کار کنیم. مثال 12 اجرای کار در گروه حساب کنید. در اینجا یک چند مثال‌ها آورده شده‌اند. ما باید اینها رو جمع کنیم. ما یک چند مثال رو می‌گیریم کار می‌کنیم. مثال ما گرفتیم مثال 39 جمع 4. برای خاطر آسان شدن کار ما عدد 39 رو با سوم جمع شونده‌های رزردی جدا نمودیم. یعنی با 30 و 9 بعد جمع 4 برابر. برای خاطر آسان شدن ما اول واحدها رو جمع کردیم. یعنی 9 جمع 4 شد 13. بعد 13 جمع 30 میشود 43. ما دویم مثال گرفتیم. مثال 57 جمع 29. 57 جمع 29 برابر با ما بازم این دو عدد رو با سوم جمع شونده‌های رزردی جدا کردیم. یعنی 57 29 رو باشد و 20 و 9. برای خاطر آسان شدن کار ما دهی ها رو اول نویسیم بعد واحدها رو در یک جا. 50 جمع 20 میشود 70. 7 جمع 9 میشود 16. 70 جمع 16 برابر 86. ما گرفتیم مثال آخران رو 40 جمع 3 جمع 5 جمع 7. یعنی ما این مثال رو نویسیم برابر با اول ما واحدها رو جمع کردیم. یعنی 3 جمع 5 جمع 7 شد 15. 15 جمع 40 میشود 55. مثال 13 اجرای کار در دفتر خطی حساب کنید. در اینجا یک مثال‌ها داده شده است. ما این مثال‌ها رو با طرز ستونچه کار میکنیم. ما گفتیم مثال 54 جمع 38. 8 جمع 4 میشود 12. ما 2 رو می‌نویسیم. 2 که واحد از عددهای واحدها می‌نویسیم.
یک در خاطر میرسه، برای اینکه یک دهی است. بعد ما جمع میکنیم، 5 جمع 3 میشود 8. اینا که دهی ها هستند، 8 دهی میشود، جمع یک دهی در خاطر 9 دهی میشود 99. مثال دیگر 49 جمع 17، 9 واحد جمع 7 واحد میشود 16 واحد. ما 6 واحد رو می نویسیم، 10 واحد ما که یک دهی است، ما یک دهی رو نمی نویسیم. 4 جمع 1 میشود 5، 5 یک خاطر میشود 6، 66. مثال سه ما گرفتیم 86 جمع 14، 6 جمع 4 میشود 10، 10 واحد. ما در اینجا 10 واحد ما که یک دهی هست، ما یک دهی رو نمی نویسیم، به جای واحد یک نول می نویسیم. یک در خاطر 8 جمع 1 9 با یک خاطر میشود 10 دهی، یا که 10 دهی ما میشود یک صده. ما 10 دهی رو می نویسیم، برای اینکه ما اگر این دهی ها صده نیست، ما خودی عدد 10 رو می نویسیم، میشود جواب مثال ما 100. مثال 15 اجرای کار در دفتر. این مثال ها نیز نشان میدهم که مثال های طرح را ما یا با طور استوچه کار کنیم، یا که با طور و جلو کردن عددها و سوم جمع‌شده‌های رزیدی. یعنی در اینجا ما می‌بینیم مثال 78 طرح 34. ما برای خاطر آسان شدن طرح ما میتونیم این دو عدد رو با سوم جمع‌شده‌های رزیدی جلو کنیم، یعنی 78 رو با 70 جمع 8 و 34 رو با 30 جمع 4 جلو کنیم که این برای آسان شدن طرح میباشد. دویم طرز این طرزی استنتاج میشه. مثال 78 طرح 34. برای خاطر طرح کردن دو عدد هنگام استنتاجی کار کردن ما از قسم راست از واحدها سر میکنیم. مثال ما میگیریم از 8 4 و 4 واحد می‌نویسیم در تگ واحد، و از 7 دهه 3 دهه و 4 دهه ما رو در تگ دهه می‌نویسیم، میشود 44. مثال 16 اجرای کار در گروه. این مثال‌های طرح میباشند و ما یک چند عدد رو کار میکنیم. مثال ما گرفتیم عدد مثال دوم 44 طرح 28. ما باز هم برای آسان شدن کار ما و سوم جمع‌شده‌های رزیدی شروع کردیم و ما در اینجا عدد 44 رو با نه با 40 جمع 4 رو بلکه با 30 جمع 14 شروع کردیم. برای چی؟ برای اینکه اگر ما با سوم جمع‌شده‌های رزیدی شروع کنیم، عدد 4 ما که از 8 خورده است، ما مجبور میشیم باید یک دهه دهیم. ما یک باره و 44 رو با 44 تقسیم نکرده، بلکه با 30 و 14 تقسیم کردیم و 28 رو باشد و 28. اکنون ما برای خاطر باز آسان شدن ما این طرح نویسیم، یعنی 30 طرح 20 و 14 طرح 8 در اینجا نویسیم. از 30 20 برود 10 و جمعی از 14 8 باش 6، 10 جمع 6 برابر 16. دویم مثال ما گرفتیم مثال 73 طرح 19. ما باز هم این چنین که عددی 73 که 3 واحد از 9 واحد خورده است، ما یک باره عدد 73 رو نه به 70 و 3 بلکه به 60 و 13 جلو کردیم و عدد 19 رو باشد به 10 و 9. از باز هم ما عددها رو برای خاطر آسان شدن ما نویسیم، یعنی 60 طرح 10 جمع باز 13 طرح 9. از 60 10 میبرد 50 جمع از 13 9 برود 4، 50 جمع 4 54. مثال 17 این علامه نشون میدهد که مثال وظیفه خانگی است. این مثال میگوید که با راه آسان حساب کنید. این مثال ها نیز اکثرا مثال های عملی تر میباشند و ما برای نمونه دو مثال رو کار کردیم. ما گرفتیم 64 طرح 9. باز هم برای خود را آسان شدن ما 64 رو با 50 جمع 14 جلو کردیم، طرح 9 برابر می شود از 14 9 برابر 5. این 50 که خودش اومد 50 جمع 5 می شود 55. مثال دیگر ما گرفتیم 7 جمع 37. باز هم ما برای خاطر آسان شدن کار ما 37 رو با 7 و 30 جلو کردیم، یعنی 7 جمع 7 می شود 14، 14 جمع 30 44. مثال 18 اجرای کاری دو نفره حساب کنید. رویش مثال ها آورده شدند. مثال های خفتار می باشند. ما یک از این مثال ها رو کار میکنیم، میگیریم 8 جمع در خفت 64 جمع 20. برای خاطر کار کردن این مثال یکم ما
داخل قفس رو کار میکنیم. بعد نتیجه رو به بیرون قفس یعنی به 8 جمع میکنیم. ما 8 جمع رو می نویسیم. بعد 64 جمع 20 می شود 84. 84 رو با 8 جمع کنیم می شود 92. مثال دوم ما میگیریم در قفس 57 تریسی قفس پوشیده جمع 6. ما این مثال رو کار میکنیم. ما اول داخل قفس رو کار میکنیم، یعنی از 57 30 برود می شود 27. 27 جمع 6 می شود 33. مثال 19 بازی کنید. کی давра ро зудтар давр мезанад. дар инҷо ду мисол оварда шудааст, яке амали ҷамъ, дигаре амали тарҳро нишон медиҳад ва мо дар ҷавоб се то аз ин мисолҳоро кор мекунем. мегирем мо мисоли 38 ҷамъи 59 баробар мо аввал ин барои хотир осон шудан мо ин ду мисолро ду ададро мо ба суммаи ҷамъшавандаҳои разрядӣ ҷудо кардем, яъне 38-ро ба 30 ҷамъи 8 ҷамъи 59 бошад ба 50 ҷамъи 9. мо аввал даҳиҳоро якҷо нависем, яъне 30 ҷамъи 50 ҷамъи баъд воҳидҳо бошад 8 ҷамъи 9 баробар 30 ҷамъи 50 мешавад 80. 8 ҷамъи 9 мешавад 17. 80 ҷамъи 17 мешавад 97. дуюм мо гирифтем 38 ҷамъи 54. бозам мо ҷудо кардем ба суммаи ҷамъшавандаҳои разрядӣ, яъне 30 ва 8 50 ва 4. 30 ҷамъи 50 шуд 80. 8 ҷамъи 4 12. 80 ҷамъи 12 92. сеюм мисол мо аз дуюм давра гирифтем. мисоли тар мебошад 56 тарҳи 29 баробар бозам мо дар ин ҷо ки таршаванда ки аз 56 аз 6 воҳид ки аз таркунанда аз 29 аз 9 воҳид хӯрдааст, мо инро на ба 50 ва 6 балки ба 40 ва 16 ҷудо кардем ва 29 бошад ба 20 ва 9. аз 40 ки 20 мебурояд мешавад 20 мешавад. аз 16 9 бурод 7. 20 ҷамъи 7 мешавад 27. мисоли 20 фикрронӣ аст. дар як рафи китобхонаи синфӣ 25ро ва дар рафи дуюм 28ро китоби бачагона буд. дар ду раф чандто китобҳо аст? агар мо ҳар ду рафро ҷамъ кунем ҷавоб мисол мебурояд, яъне 25 ҷамъи 28 мешавад 53. мисоли 21 инчунин мисоли фикрронӣ аст. фарқи адади калонтарини дурақама ва адади хурдтарини якрақамаро гӯед. адади калонтарини дурақама ин 99 аст. агар мо адади хурдтарини якрақамаро 0 ҳисоб кунем, аз 99 0 бурод 1 мешавад. агар мо адади хурдтарини якрақамаро 1 ҳисоб кунем, аз 99 1 бурод 98 мешавад. дуюм қисми мисол. ададҳоро чунон нависед ки пайканакҳо аз адади калон ба адади хурд бошад. дар ин ҷо дута мисол дода шудааст. мо ададҳоро бояд чунон тарзе нависем ки пайканакҳо аз адади калон ба адади хурд равона бошанд. ва мо яке аз ин мисолҳоро кор кардем. ана якум ки аз 60 аст. аз 60 ба ададҳои хурд пайканакҳо равон ҳастанд. дуюм мо дар ин ҷо монем адади 59-ро. ана аз адади 59 ба 57 56 ва 58 пайканакҳо равон ҳастанд. ҳамчунин дуюм мисолро кор мекунем. мавзӯи нав: зарб ва тақсим дар доираи сатҳ. мисоли 22 кори амалӣ аст. аз рӯи сатр ва ситуни ҷадвали зарб ифодаҳо тартиб дода ҳисоб кунед. дар ин ҷо ҷадвали зарб тартиб дода шудааст. мо барои намуна ду мисолро кор кардем, яъне 7 зарби 8 баробар мешавад 56. 49 тақсим 7 баробар 7. ва сеюм мисол инчунин 54 тақсим 9 баробар 6. ва инчунин бовосита ба ин мисолҳо, монанд ба ин мисолҳо шумо якчанд мисолҳо кор мекунед аз рӯи ҳамин ҷадвали зарб. мисоли 23 инчунин кори амалӣ аст. ҳисоб кунед. дар ин ҷо инчунин ду сатр рақамҳоро дода шуданд ки яке аз сатр бо зарби 4, дуюм сатр бо тақсими 5. мо аз рӯи ду сатр мо метавонем якчанд мисолҳоро кор кунем. мо дар ин ҷо 4 мисол кор кардем. якум мо гирифтем рақами 6ро. мо рақами 6ро бо 4 зарб задем шуд 24. дуюм мо гирифтем рақами 8ро. 8 зарби 4 мешавад 32. сеюм мисол мо гирифтем аз сатри дуюм аз амали тақсим. мо гирифтем адади 25. 25 тақсим 5 мешавад 5 ва адади 45 тақсим 5 баробар 9. шумо метавонед боқимонда мисолҳоро кор кунед. мисоли
24 این چنین کاری عملی است حساب کنید. در اینجا یک چند مثال ها داده شدند که از مثال های ضرب و مثال های قفزدار می باشند. مثال 1 ما گرفتیم مثال 5 ضربی در قفز 3 جمع 2. ما این مثال رو میتونیم با دو طرز کار کنیم. یکم طرز ما اول داخل قفز رو کار میکنیم، بعد حاصل جمع رو به 5 ضرب میزنیم. یعنی 5 با ضرب میباید 3 جمع 2 5. 5 ضرب 5 برابر 25. دویم طرز کار ما میتونیم رو 5 رو با هر دو جمع شدنی در قفز بوده ضرب زنیم. مثال 5 ضربی 3 جمع باز 5 ضربی 2 برابر 5 ضربی 3 میشود 15. 5 ضربی 2 میشود 10. 15 جمع 10 برابر 25. باز همون جواب. دویم مثال ما گرفتیم 6 تقسیم 3 ضرب 10 تقسیم 5 برابر. ما این مثال رو نیز میتونیم با دو طرز کار کنیم. یکم ما میتونیم هر یک مثال رو هر یک عمل رو علاوه کار کنیم. یعنی 6 تقسیم 3 برابر 2 شد. 2 رو ما نتیجه رو با 10 ضرب زدیم، یعنی 2 ضرب 10 برابر 20 شد و 20 رو ما با عملی سوم یعنی با 5 تقسیم کردیم 4 نتیجه 4 شد. دویم طرز کار ما میتونیم همین مثال ها رو پی در پی کار کنیم. یعنی 6 تقسیم 3 برابر 2 شد. باز همون 2 ضرب 10 تقسیم 5 برابر 2 ضرب 10 میشود 20. 20 با همون تقسیم 5 برابر 4. باز همون جواب پیشی برآمد. سومین مثال ما گرفتیم در قفز 45 طرح 40 قفز بوده ضرب باز در قفز 65 طرح 63. ما اول داخل قفز ها رو کار میکنیم یکم دویم کار، بعد سوم نتیجه رو ضرب میزنیم. یعنی 45 طرح 40 میشود 5 ضرب میبود 67 طرح 64. 5 ضرب 4 20. مثال 25 اجرای کار در گروه. قیمت ifade ها را یافته جدول ها را پر کنید. در اینجا جدول ها اصلا از عمل های ضرب و تقسیم وارد می باشند. یعنی a ضربشنده یکم، b ضربشنده دوم، a ضرب b حاصل ضرب می باشد. در آن جای خالگی جدول که اگر حاصل ضرب باشد ما ضربشنده رو ضرب زده حاصل ضرب رو می یابیم و در آن جای خالگی که یکی از ضربشنده ها باشد ما حاصل ضرب رو به یکی از ضربشنده ها تقسیم کرده ضربشنده رو می یابیم. برای نمونه ما 4 مثال کار کردیم. ما گرفتیم مثال یکم 5 ضرب 2. 5 ضرب 2 برابر 10. ما این 10 رو در جای خالگی جدول در اینجا می نویسیم. دویم مثال ما گرفتیم 35 تقسیم 5. ما 35 یعنی حاصل ضرب رو با 5 با یکی از ضربشنده 5 تقسیم کردیم. ضربشنده دوم حاصل شد 7. 7 ما در اینجا می نویسیم. سوم مثال ما از جدول سوم گرفتیم. یعنی ضربشنده یکم دوم هر دو 7 می باشند. یعنی 7 ضرب 7 49. ما 49 رو در این جای خالی تک در حاصل ضرب می نویسیم. سوم مثال ما گرفتیم 28 تقسیم 4. برای اینکه یکی از ضربشنده نامعلوم است، برای همین ما حاصل ضرب 28 رو به یکی از ضربشنده تقسیم کردیم حاصل شد 7. ما 7 رو در جای خالی این جدول می نویسیم. مثال 26 نقل کنید. این مثال از 3 قسم عبارت است. قسم یکم عدد 7 را 9 مرتبه زیاد کنید. این در آن جایی که در آن مثالی که کلمه چند مرتبه زیاد کردن آمد، این نشان میدهد که باید ما مثال رو ضرب کردن در کار است. یعنی 7 را 9 مرتبه ضرب کردن یعنی این 7 ضرب 9 می باشد. قسم دوم عددهای 36 54 63 و 81 را 9 مرتبه کم کنید. یعنی در اون جایی که چند مرتبه کم کنید یا که چند مرتبه کم کردن در کار باشد، این عملی تقسیم رو نشان میده. ما این 4 عدد رو با 9 تقسیم میکنیم نتیجه پیدا میشه. سوم قسم مثال با عمل ضرب عوض کنید. 8 جمع 8 جمع 8 جمع 8 جمع 8 جمع 8 یعنی 6 تا 8 میباشد. در آن جایی که آن رقم هایی که یکخیل هستند هنگامی به ضرب تبدیل دادن، ما در جای ضربشنده یکم ما خود آن عدد رو می نویسیم. در جایی که 8 هست ما 8 رو نویسیم و در جای ضربشنده دوم ما مقدار این
عددها رو می‌نویسیم. مثال اینجا 6 مراتب 8 مونده است، ما 6 رو نویسیم، یعنی 8 ضرب 6 48. مثال 27. مثال 27 این چنین فکرانی است. نادره 28 تا گل چید. نظیره 4 مراتب کمتر گل چیده است. نظیره چند دانه گل چیده است. باز هم در آنجایی که کلمه چند مراتب آمد، ما آن عمل رو تقسیم میکنیم، یعنی 28 رو ما با 4 تقسیم کنیم 7 میشه، یعنی نظیره 7 دانه گل چیده است. مثال 28 این چنین مثالی فکرانی است. در یک قطار 27 بیخ و در قطار دیگر 2 مرتبه زیاد انجیر بود. در قطار دوم چند بیخ انجیر هست؟ یعنی در این مثال چند مرتبه زیاد کردن آمده است، یعنی این مثال ضرب است. ما 27 رو با 2 ضرب زنیم 54 میشه، یعنی در قطار دوم 54 بیخ انجیر هست. مثال 29 یعنی مثال وظیفه خانگی است. حساب کنید. در اینجا 9 مثال داده شده است. این مثال ها از عملهای تقسیم، ضرب و جمع عبارتند. ما برای نمونه 3 مثال رو کار میکنیم. یکم ما گرفتیم از مثال یکم 45 تقسیم 5 جمعی 63 تقسیم 7. در این مثال که اصلا از عمل تقسیم و جمع عبارت است، ما اول عملهای تقسیم رو اجرا میکنیم، بعد عملی جمع رو. یعنی 45 تقسیم 5 میشود 9، جمع خودش میبیاد 63 تقسیم 7 9. 9 جمع 9 18. دویم مثال ما گرفتیم 96 تری 7 ضرب 8 برابر. یعنی این مثال از عملی تر و ضرب عبارت است. ما اول ضرب رو اجرا میکنیم، بعد حاصل ضرب رو از 96 تر میکنیم، یعنی 96 با تر میرود خودش 7 ضرب 8 میشود 56. از 96 56 تر شود میشود 40. مثال سه ما گرفتیم 56 تقسیم 8 طرح 20 تقسیم 4. یعنی در این مثال از عملی تقسیم و طرح عبارت است. ما یکم اول هر دو تقسیم رو اجرا میکنیم، بعد نتیجه ها رو از یکدیگر طرح میکنیم. 56 تقسیم 8 میشود 7، طرح خودش میبیاد 20 تقسیم 4 میشود 5. از 7 5 براید 2، یا که 7 طرح 5 برابر 2. در آخر این علامت آنی بازگرد رو گفته است. تیزگویک ها هست در اینجا دوتا. این تیزگویک ها رو میخوانیم. موضوع نو زیاد و کم کردن عددها. مثال سی این علامت نشان میدهد که اجرای کار در دفتر میباشد. عددهای زیرین رو خوانید، 10 تایی زیاد کرده نویسید. یعنی همین عددها رو میخوانیم، یعنی 10 تایی زیاد کردن، ما هر یک عدد رو با 10 جمع میکنیم مینویسیم. یعنی 10 جمع 10 20، 35 جمع 10 45. همین خیلی عددها رو با 10 جمع میکنیم. مثال 31 این چنین اجرای کار در دفتر است. عددهای زیرین رو خوانید، 10 تایی کم کرده نویسید. این مثال عملی تر هست. ما این عددها رو میخوانیم و از این عددها ما 10 تایی کم میکنیم. یعنی 100 طرح 10 90 75 طرح 10 65. همین خیلی عددها رو تر میکنیم. مثال 32 میگوید نقل کنید. عدد 84 رو 9 واحد زیاد و 7 واحد کم کنید. یعنی این مثال از هر دو عمل، از عمل جمع و طرح عبارت است. یعنی 84 رو 9 واحد زیاد کردن، یعنی جمع 9 و نتیجه رو 7 واحد کم کنید، یعنی طرح 7 میباشد. مثال 33 میگوید مقایسه کنید. یعنی اینجا علامت های کلان خود و برابر میباشند. یعنی این علامت کلان میباشد و این دویمنگیش علامت خرد. ما مقایسه میکنیم. برای خاطر اینها رو مقایسه کردن ما باید اینها رو باید کار کردنمون در کار است. یعنی ما مثال دویمه میگیریم 67 طرح 15. از 67 15 برود 52 و 48 جمع 12. از 48 جمع 12 میشود 60. یعنی 52 که از 60 خورد است، ما علامت خود رو میگذاریم. مثال 34 فکرانی است. این مثال از دو قسم هم وابسته عبارت است. یکم امید شفتالی‌های ریخته را در 2 سبد جمع کرد. اگر هر یک سبد 26 دانگی شفتالو داشته باشد، در 2 سبد چند دانه شفتالو هست؟ یعنی اگر یک سبد 26 دانه داشته باشد، 26 جمع 26 میشود 52، یا که 26 ضرب 2 برابر 52. در 2 سبد 52 دانه شفتالو وجود دارد. قسم دوم امید یک سبد شفتالوی جمع کرده خود را به امیده تحفه کرد. در دست امید یک سبد شفتالو ماند.
آیا گفتم میتوانیم که شفتالوهای جمع کرده امید 2 مرتبه کم شد. یعنی 52 طرح 26 برابر 26 یا که 52 تقسیم 2 برابر 26. در اینجا این مثالی 52 طرح 26 برابر 26 یا که 52 تقسیم 2 برابر 26 این قسم دیگر رو نشون میده. یعنی آیا گفتم میتوانیم که شفتالوهای جمع کرده امید 2 مرتبه کم شد. بله، یعنی در دست امید 52 دانه شفتالو بود و یک قسمش رو از دو قسم یک قسمش رو به امیده داد. در آخر سه سوال آمده است در این افاده ها عدد 52 چی را نشان میدهد؟ یعنی عدد 52 مقدار شفتالوهای دو سبد را نشان میدهد. عدد دو چی؟ عدد دو این مقدار دو سبد را نشان میدهد. عدد 26 عدد 26 این مقدار شفتالوهای یک سبد را نشان میدهد. مثال 35 این چنین فکرانی است. این مثال از 4 قسم عبارت است. قسم یکم عدد 27 را 3 مرتبه زیاد کنید. یعنی عدد 27 را 3 مرتبه زیاد کردن یعنی ضرب 3 میباشد. قسم دوم برای عدد 28 را 2 مرتبه کم کردن آن را به 2 تقسیم کنید. یعنی ما این رو به 2 تقسیم میکنیم. مثال 3 عدد 48 را به کدام عدد باید تقسیم کرد که آن 3 مرتبه کم شود؟ ما این رو به خودی 3 تقسیم میکنیم و 3 مرتبه کم میشود. مثال 4 یعنی قسم 4 عدد 40 را 4 مرتبه کم کنید. ما عدد 40 را به 4 تقسیم میکنیم 4 مرتبه کم میشود. مثال 36 کاری عملی چی طور درازی ریسمان را 25 سانتی متر کوتاه کردن ممکن است؟ ما از درازی ریسمان 25 سانتی متر طرح میکنیم. چی طرز درازی ریسمان را 2 و 4 مرتبه زیاد و کم کردن ممکن است؟ برای زیاد کردن درازی ریسمان 2 مرتبه که 4 مرتبه ما به 2 و 4 ضرب میزنیم و برای 2 و 4 مرتبه کم کردن ما ریسمان را 2 و 4 مرتبه یعنی به 2 و 4 تقسیم میکنیم. مثال 37 اجرای کار در گروه حساب کنید. در اینجا یک مثال ها داده شده است. این مثال ها مثال آسان هستند از عمل ضرب و جمع و طرح تقسیم عبارت هستند. ما اینها رو کار میکنیم. مثال 38 وظیفه خانگی حساب کنید. این مثال استنجا است. ما برای نمونه دو مثال کار کردیم. یکی از مثال جمع است 46 جمع 12 ما 6 واحد رو با 2 واحد جمع میکنیم 8 واحد رو در طریق واحد ها می نویسیم 4 دهه جمع 1 دهه میشد 5 دهه در طریق دهه ها می نویسیم 58. دومی مثال ما گرفتیم 62 طرح 13 در اینجا که طرح شونده ما از 62 یعنی 6 دهه و 2 واحد طرح کننده از 1 دهه 3 واحد عبارت است. برای آنکه از 2 واحد 3 واحد رو طرح کرده نمیشد ما و 2 واحد 1 دهه میدهیم میشود 12 از 12 3 میبرد 9 ما 9 را در طریق واحد می نویسیم و این 6 دهه که ما 1 دهه را گرفتیم 5 دهه مونده بود از 5 دهه 1 دهه برای 4 میشود 49